آیا مرگ واقعاً میتواند برای ما پایانی تلخ باشد؟ یک لحظه فکر کن. یک پادشاه بسیار مهربان، بسیار بخشنده و بسیار حکیم وجود دارد. این پادشاه مهمانانش را به کاخش دعوت می کند. آنها را در زیباترین سالن‌ها پذیرایی می کند. هدایایی بی قیمت می بخشد. بی‌نهایت لطف و بخشش می کند. لذیذترین پذیرایی هایش را بر سر سفرهای باشکوه و پرزرق و برق خود تقدیم می کند. و درست در همین لحظه، وقتی همه مهمانها سرشار از سپاس و شگفتی نسبت به پادشاه هستند، پادشاه ناگهان بیرحمترین جلادانش را فرا می‌خواند. او دستور می‌دهد که مهمانان را به تاریک‌ترین زندانها بیاندازند و آنها را همراه با تمام عزیزانشان اعدام کنند. فکرش را بکن. به نظرت چنین چیزی اصلاً ممکن است؟ آیا هیچ عاقلی می‌تواند باور کند که سلطانی که بی‌نهایت مهربان و حکیم است، ابتدا از مهمانان خود پذیرایی کند و سپس به گونهایی که کاملاً برخلاف رحمت اوست و آنها ظلم کند؟ البته که نه. انکار معاد نیز تفاوتی با این ندارد. زیرا این جهان با همه زیباییش کاخی است پر از نعمت. مهمانسرای هنرمندی است که بی‌نهایت بخشنده است. آیا ممکن است آن سلطان مهربان پس از این همه بخشش به بندگان مطیع خود در این دنیا آنها را بکشد و در زندانهای نابودی ابدی بیاندازد؟ پس مرگ پایان نیست، بلکه دری است که به سوی جهانهای ابدی گشوده می شود و در پس آن در بخشش‌های حقیقی و همیشگی برای بندگان مطیع آن سلطان نهفته است.